چون همه ساله در آخرهای ماه مارت و اولهای ماه اپریل سطح آب دریاها بلند می‌گردد. با مقصد پیشگیری آبخیزی در ساحل‌های خطرزا از طرف مقامات‌های مربوطه و صاحبکاران چاره‌های ضروری اندیشیده می‌شود. روز گذشته در ساحل دریای قره‌طاق در جماعت دهات جوره رحمان شهر ترسونزاده معرکه ساحل مستحکم کنی برگزار گردید. طی سال‌های اخیر در اینجا زیاد از 2 گکتار میدان‌های خواجگی دهقانی ترسونالی 2011 را سیل خراب کرده بود. اگر در ساحل دریای قره‌طاق کارهای ساحل مستحکم کنی به طور ضروری به انجام رسانیده شود، باز 50 گکتار زمین‌های کشتباب روی کار خواهد آمد. اظهار داشت رئیس خواجگی دهقانی ترسونالی 2011 عبدالمؤمن گلوف. 4 روز است که در همینجا ما ساحل بندی کرده ایستادیم. با رهبری رئیس شهر با جانشین اون کس رفیق دولیوف من اینقدر تکنیک‌ها رو با ما یاردم کردن. همین تکنیک‌ها کتی ما همین ساحل بندی کرده با طریق حشر ساحل بندی کردیم. من اینجا اکا هستن، من این اسمت و بسیار یاردمای ناز کردن. بعد من اینجا حاضر اکنون برای این خطر ساحل بندی ها مبلغ لازم من اینجا 2-3 تا خواجگی دهقانی ها هستن، اینا کم کم آمده یاردم کردستن. خدا من اینجا وای کردستم روبری کرده همین کارا رو به انجام رسوند. هر نصیب کردگی باشد اگر اینجا رو همه ساحل بندی کنیم دیگه آب نزند، اینجا چند 50 گکتار ها زمین ها میشود، چند آدم ها با استفاده میبرند. اگر من با نوبت گیرن تیان من خودم نگاه میکنم ساحل بندی هاش میکنم، همین زمین ها رو با استفاده میبرم زمین میکنم. همین رو پیشتر همین مستفیدای همین قشلاق ها گام میزنن که هم تو خیزارها بودن ما خاک کشیده هم جای زمین کرده میگفتن. من به شرافتی من حاضرانگی رئیس همین زمین ها رو ما با وای کردیم آباد کرده استودیم. اصلا قسم زیادی میدان‌های ساحلی دریای قره‌طاق را در جماعت دهات جوره رحمان شهر ترسونزاده باغزاران تشکیل می‌دهد و در اینجا درختان شفتالو، سیب، گیلاس، خرما و انگور پرورش می‌یابد. با کارهای ساحل بندی در این موضع تکنیک‌های پراقتدار سفربر شده کارهای ساحل مستحکم کنی جریان دارد. ما اصلا با تکلیف رئیس خواجگی دهقانی ترسونالی 2011 ما اینجا با اینجا تشویر آوردیم که همین ساحل رو مستحکم کنیم، ساحل بندی رو مستحکم کنیم که این نه اینکه برای یک خواجگی های دهقانی یا برای چیز تمام خلق همین ناحیه ترسونزاده به این شهر ترسونزاده به این وابستگی کلان دارد که اگر در وقت آب کلان شدن، در وقت سیل آمدن و ممکن ضرر خود را به خواجگی های خانه های استقامتی هم رساند. بنابراین ما امروز همچون صاحبکار تصمیم گرفتیم که همچون کمک خود را به همین خواجگی به همین ساحل مستحکم کنی رسانیم. هیچ کس کفالت داده نمیتواند که فردا چی واقعه رخ میدهد. به هر حال علاج واقعه را پیش از وقوع باید جست. به همین گفتارها عمل کرده در ساحل‌های دریای قره‌طاق و شرکند شهر ترسونزاده که تهدید آبخیزی به نظر میرسد کارهای ساحل مستحکم کنی گذرانده می شود. صابر جان سعیدوف، ظفر حسنوف، شهر ترسونزاده، جهان نما.